بیعت بکنن به امیرالمومنین بعد از غدیر. امیرالمومنین یک علی این مال بعد از غدیره. بالله من بيت المؤمنين أصبحت مولاه ومولاه كل المؤمنين والمؤمنات مال بعد الغدير. نه بعد الغدير تمام قضایایی که به سر اهل بیت میاد از کشته شدن، اسیر شدن زنها، بلاها، عجائب و غرائب، تمام اینها بعد از غدیر بوده و معوض است به اون چه که در حدیث کتاب که بعد خواهد ملک به اینها رسید، دوام بقا به اینها رسید. عجائب و غرائب خدا میدونه کسی بشماره که چقدر معجزات توشه، خیلی کار بزرگی کرده. چند تا معجزه در این حدیث کتاب. به امام حسن میگه صاحب حوضی، تا به حال گفته بود تو صاحب حوض منی. امام حسن میگه شافع امت منی. عوض الله علی قتلک بالشفاعه. شافع امت خدا میدونه که از کیا شفاعت، عجائب و غرائب. بالاخره چه عرض بکنیم، کسی حدیث کتاب را روی دقت ببینه خودش خبر میداد جبرئیل آمد پهلوی ما. نمیگه پدر من گفت که جبرئیل آمد، خودش به الهام الهی فهمیده بود. جبرئیل همچه سوال کرد، همچه تقاضا کرد از خدا. هیچ نمیگه پدر من گفت که جبرئیل تقاضا کرد از خدا، خدا اجازه داد که بیاد پایین. خدا میدونه چقدر معجزات توی اینه که اصلا عاقل میفهمه که اصلا سند نمیخواد، فضلا از این سندش بعد از عوالم دیدن.